بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران معزز، یک شکایتی که از تمام افغان‌های ما شما داریم. ما در یک منطقه آمدیم، نامش نمیگیریم، یکی از ولایت‌های افغانستان است. سعی کنین این یک پل است، این یک پل است. دمی کوچه هیچ کسا نباشه، 50 یا 51 فامیل است. مگم اینمی پل سالها یا زندگی میکنن، اینمی پل خودشون جور نمیکنن. حتی در وقتی که امریکایی‌ها بود در افغانستان، پیارتی یک تیم کنسترکشنشون بود، یک باغ کمکش آب برده بود. یا زنگ زده بودن امریکایی‌ها را که بیا ایره جور کو. اما امریکایی‌ها خنده کرده بودن مسلمان این قسم نمی باشه، مسلمان باید است بسیار همت داشته باشه. از تمام شما برادرها، خصوصا از برادرای عزیز در تمام افغانستان که زندگی میکنین، یک کم ما شما همت کنیم. بعضی کساس کوچهشون خراب است، یک روز جمعه 20 دانه جوان استاد شوه و 100 افغانی پر تا 2000 په امیده 2000 جور میشه. یعنی ما اینقدر چیز شدیم، به همت شدیم که بسیار جاز با 500 600 افغانی اونما قدر اولادای ما شما شاید روز سیر پر مصرف کنه. یک منطقه که 500 فامیل زندگی میکنن، یک پلشان که خراب باشه اونمو هم نمیخواین، او را میخواد که یک بنیاد خیریه جور کنه. اینی همت یک مسلمان نیست. سعی کنین. عبدالرحمن ابن عوف وقتی که رفت مهاجر شد، صحابه را گفت عین السوق، شهر کجاست؟ یک ریسپان برای بتیم شهره. او کار کرد و میلیونر شد در وقت. بنان یک توصیه است ما شما، دین اسلام که است مردمایی که با همت باشه، مردمایی که با غیرت باشه، الله ور کمک میکنه. بعضی جاها در مناطق ما شماست بین برادرای عزیز، عوض از او که مصارف های بسیار گزاف میکنیم، یک پل می باشه، پلچک می باشه، مسجد می باشه، خود ما یک کمک همت کنیم، خود ما یک کمک غیرت کنیم. کل چیز شما نمانین که مردم بر شما جور کنه. باز بر شما میگم انسان های با غیرت الله سبحانه و تعالی دوست داره. جزاكم الله. الدین النصیحه. این یک نصیحت بود برای شما، انتقاد نبود.